дуруст аст ки имрӯзи дунёро бе муаллим тасаввур кардан ғайриимкон аст. муаллим аст ки ба мо ҳарф меомӯзонад, муаллим аст ки барои мо хонданро нишон медиҳад ва муаллим аст ки роҳи некро аз роҳи бад барои мо ҷудо мекунад. қаҳрамон имрӯзаи барномаи қадамҷо маорифпарвар буд ва тамоми умри пурбаракати хешро пайи таълими шогирдон дар ана ҳамин муассиса сипарӣ кардааст. نام آموزگار خودش از آن گواهی میدهد که آموزاننده جامعه است، آموزاننده تمام نسل نورس است. به اصطلاح اگر گویم که معلم نیست، یک احترام، سخن احترام است. یعنی به شخصی که معلم میگویند یعنی احترام به همون شخصیت میگذارند که معلم. استاد ابراهیم شریفزاده در ساحه معارف خدمت‌های بسیار ماندگاری کرده است. او در کجایی که کار کرده نباشد حقیقتاً مکتب شناس، دانشمند، انسانی دردآشنا، انسانی که مثلا تنها به منفعت کار خدمت میکند کار کرده است. کس رسالتی را انجام دادند که در سالهای ابتدای سالهای 20 معارف پروران ما انجام داده بودند. آنها مکتبی نوی دوره تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان را حفظ کردند. ابراهیم درک کرد است که این کسب بسیار پرمسئولیت است، زیرا که به انسان سر کار دارد. مربی انسان است، انسان را به همه کلاهای مراد میبرد تنها تعلیم معلم. هر یک انسانی که به دنیا آمد از خود در طول زندگیش یا نام نیک یا نام بد میگذارد. حقیقتا ابراهیم شریفزاده در طول حیاتش در زندگیش از خود نام نیک به یادگار گذاشت. ابراهیم را خیلی من نزدیک میشناختم. مردی نیکسرشت، پاکطینت، بی آزار، زحمتکش و مهنت دوست بود. مردی آموزگار، مردی معلم، آموزگار، این همین خصلت‌های نجیب را دارد. استاد همیشه از پدر بالاتر است. برای خاطر وی در سالهای خیلی وزنین خانه‌اش را ترک نکرد، منطقه را ترک نکرد. پاسبان مکتب بود. مکتب را حمایت کرد. کجایی با که کار میکردن اونجا رو آبادیش میخواستن. میگفتن کار دولت با که رفتید اول همون جای آباد کنید. شما که آباد کردید اونجا ما شما دولت هستیم، جمعیت هستیم. خدمت دیگری که استاد ابراهیم شریفزاده در این طول عمر پربرکت خود انجام دادن، اون کس در مکتب‌های ناحیه امروزه رودکی در تربیت شاگردان بسیار سهم بزرگ دارند. مکتب، معارف، کتاب، اینها چیزایی هستند که ما همیشه باید اینها رو در جامعه خود احتیاط کنیم.
بهترین خصلتی که من در این مرد دریافتم این دوست داشتنی زمین بود. زمین را دوست می داشت. زمین به زمین ارج می گذاشت. زمین را عزیز می دانست. در درون اگرود کار میکردن خودشون. عین همه وقت کارشون بود که همه گلچهره خان گفتگی دیپوتات بودن اومدن، بعد در توک توک کرده در اومدن که استاد شریف کار کرده استودن کتمن دست شما لباس کاری پوشیدن. اون کسا در اومدن خندیدن و گفتن که واه استاد شما کار کرده استودید؟ گفتن که ها گلچهره خان من کار کرده استودیم. بعد کار نکنیم می استاده من فکر میکردم که شما عموما در زمین کار نمیکنید. گفت و خندی. اون کسام خندیدن و گفتن که گلچهره خان ما باید کار کنیم. وقتی که دولت و جمعیت با کار کردیم باید در خونه هم کار کنیم. ابراهیم یک خصلت بسیار خوب داشت. یگانه خصلت خوبش همین بود که تبسم هیچگاه از لبانش کنده نمیشد. غیبت را دوست نمی داشت. همین کسی که مثلا نسبت یگان کسی هم گپی زیادتی میبرمد، ابراهیم حتما پیش روی او را میگرفت و همون من میکرد که نسبت شخصی که در غیر است غیب است، نسبت او سخن ناجو گفتن از روی آدم نیست. خوانندگان این مکتب بود که از زندگی نامه این مرد بزرگ، از کارنامه های این مرد نجیب بود که عبرت گیرند، آن را آموزند و آن را تطبیق کنند به حیات. امروز مکتب که با نام این مرد هست، این نشانه قدردانی ما همه نسبت به این مرد بزرگ است که امروز ما را ترک کرده است و یاد او در دلهای ما همیشه محفوظ خواهد ماند.